گلبیبی شویوا در محله ماهی نو در یک انباری کلان که تریزه‌هایش شکسته، دیوارهایش فرسوده و نم کشیده و پر از اشیاءهای نالازم است، در یک کلبچه از کارتون ساخته شده همراه شوهرش زندگی میکند. این مادر 50 ساله زاده کولاب شهر بوده 18 سال پیش با رحمت الله اویله‌دار شده است. روزگار سخت گلبیبی عذاب‌های کشیده و بی‌فرزندیش را از زبان خودش میشنویم. وقتی یک چنور در زندگی میکنیم و 11 سال کوارتیر نشدیم، سومی کوارتیر میدادیم. 11 سال بود که دخترچه ما در اوی کانال رفت. مرده دختر ما بعد یک کور اومدنم ای چی افتم؟ ای اوی افتم دختر ما مرده شد. اول ما 10 ساله بود دخترچم. بعد دخترچه ما کانال افتیم مرده دختری ما را نه ندادن. در حال 1 ساعت ما زوره کردیم. 1 ساعت زوره کردیم. بعد 1 ساعت ما رفتیم دختر ما مور کوردیم. زوره کردیم صبحونه را که پیو دختر ما رابطه مرده را ندادن. ما یک مردک زوره کرد 1 ساعت در حال زورش کرد. بعد مرده را ودیم گفت سرقت بگی مرده تای خونه ما ببرور ببر. راه نمیتم. ما گفت سیایتره در خونه راه نمیتم. بعد دخترچه ما گرفتیم بردیم در شوشتیمش بردیم در خوب در کلینی سپرد. بعد همونجا اومدن دیگه در زندگی کردیم. بعد دیگه در مورد جا دادن. بعد اینجا زندگی کردیم. همراه کی زندگی میکنید در اینجا؟ همراه شوهرم. شما یکم فرزند دیگر دارید؟ نه دیگه ندارم فرزند. یک تا داشتم، یک دخترچه داشتم گذشت. شوهرتون چیکار میکنن؟ شوهرم میره خربزه میاره، پامیدور میاره، همین میوگی میاره، یک کروبکای میاره، در این بزرگچه سیویده میشینه سودا میکنه. روزگارتون از پشت آقای میره؟ اوه اینجا میگذره. بار احمد به میادم که مثال که ما را جا دادن اینجا زندگی میکنیم. شوهرم قراوله گو وقت روز اسمین شوا خودم به تنش میستم میره بزرگ در یک کروبکا پامیدور بودرینگ هم خیلی چیزا میاره میفروشه میوگی و ما مقصد با نون پولی مونه میکنه میاریم روز مونه میگذرونیم. دیگه خیلی بگوی خودم اینوالیدم یکون جدا کار نمیکنم. 210 سومون پنسیا میگیرم. دیگه بگوی که یکون قوتی کردم اما پمپو گذر نمیشوه حضیر. چند جا دا مراجعت کردم گفتم نمیشوه. گروپ هم سه ما گفتم نمیشوه کار گشتن نمیتونم. راه دا جوش میام میغلطم نمیشوه. شرایط وضعی نه اقلا نمی گروپای یمی اینوالیدی ما علیش کنین مقصد دیم گروپ هم کنین ولی نه کدن نمیدونم. کجا با مراجعت کردی شما؟ دکترها دا مراجعت کردم. کدوم بندیسا؟ نه هم پالیکلینیک ده. سحر عبید بگو شما چی میخورید؟ سحر اصلا چی تناول میکنید؟ سحر هم چوی نان خیم خیلی. عبید خیلی یکم نمی یکم من جورا توزک میکنیم یکم کسی یکم کاتشکا یکم چبتا کم کم اوقات میکنیم میخریم. بگو باشه. خیلی بگید گو روز میخریم گو روز نمیخریم هر خیل. شوهرتون چند ساله است؟ شوهرم تولدش 55 60 چنده پنسیا نو پنسیا برامدی نه 1 سال شد پنسیا میگیره. چند سومون؟ 203 سومون پنسیا میگیره. روزگارتون میرسه همین نفقه که میگیری؟ خیر 2 نفریم خیر نمیرسه گو وقت میرسه گو وقت نمیرسه هر خیل. اگر یکون کور کنیم یکون چی کنیم یکون جود یکون بو یکون کور یکون کسی یکون 5 ماه 10 ماه 20 ماه تمام خیر بو میخریم روزمون میگذرونیم. وقتی که اگر مثلا یکون بوری شورت شود یکون چیزی شما دنبال چه زندگی میکنه یا خنکی شود زمستون شود چه زندگی میکنه؟ خنکی شود نه جام خنکی میخریم کی به حتم خنکی بعد میخریم جورا می محکم میکنیم ایجاد یک ادیول میکشیم خنک میشود شرایطمون به حتم وضعی نه خنک زمستون رو بسیار ازو میکشیم. در وقتی که مثلا بیماری کرونا ویروس بود مثلا همین خیلی اوج گرفته در تاجیکستان هم تصدیق شده بود در اون وقت همراه شوهرتون چگونه روز داشتید مثلا چگونه زندگی میکردید؟ به حتم قیم بود میترسیدیم مثال گفت تست میرفتیم اپتک سپید میگرفتیم تست دستمون میشوتیم که مقصد ما کسل نشیم که ما را مثال گفت کی نگاه میکنه ما مقصد شرایط مو وضعی ما یگون کس مودم نگاه میکنه نداریم خدا که ما کسل نشیم که مقصد در دکتر بغلتیم او دارو او کل او چی ما در شرایط نیست که مقصد ما دارو و کل بگیریم فقط خمونه نگاه کده میگشتیم. بعد کمی پام بسیار عذاب میداد فقط ماز میخریدم
همین پول پنسیون هم میگرفتم ماز میخوردم همین پام میکردم نگاه میکردم که مقصد یک خیلی وقتی میشید که قریب بغل دیدن میمم زور میپام ده این پام ای به یک پا کورک میکنه ایده به حتی هم زور میای پوده این پوده زور میای قریب به یک سوزوک سوخته میمونه دارو میخرم ماز میخرم میشکمش خیلی من درد میکنه و خیلی داره شکر میکنم باز ягон нафар мисол ҳамо аҳволи шумо дида мисол кӯмак кардан дастёрӣ дароз кардан ё не یک روز بود در مغازین شتگی بدم 400 سومون میدادن ای مغازین دیگه از کار نکردم чӣ кор мекардӣ дар унҷо میشیشت مغازین دکی یکی پرادویس یک بلوگر اومد بعد گفتم که دودر جون بعد گفتم امی یگم آدم نیست که ما را کم ترک یوردم کنه و مقصد ما همین شرایط بخیزیم بگذاریم مقصد زندگیمون سوس شوه یگم خونه یگم زمینه که نیم ساعت کم باشه که بریم روزمونه بگذاریم مقصد زندگی مستقلانه کنیم بعد بچه گفت خلا ما نمتری بلوگریم نمتریم گفت номаш чист نامش مهراب بعد گفت که خلا ما هم خیلم بعد گفتم خیلی بریم بچه هم همین جوی ما را ببی گفتم همین شرایط ما را بیا بریم ببینیم بچه هم همین میتونه امکانیت هسته که مقصد زندگی ما را مقصد خوب کنی بخوای خدمت تطرح گفتم اگر همین کار تکنی اگر ای دستت بیایا مقصد خوب میشه گفتم که مقصد ما یک زن شوهریم یک دخترچه داشتیم گذشت با دستگیری کنی گویا تو برای بجای فرزند برای ما بعد گفت میشه خلا جون چی با نمیشه گفت اومد سیومکا کرد این درون سیومکا کرد او جور همه اینجور سیومکا کرد او بچه رسیا گفت که ما خلا جون شما رو یوردم کلان میتیم گفت مهاجرا گفت که ما از خلا جون کارانتینه اینه که حتما ما شما رو یوردم میتیم بعد گفت ما خدا در جون اگر یوردم تین خدا برکتم تمایل دادر جون این همین شرایط دمو زندگی میکنیم با یک بچه که دیگه نمیمون جامد سوالم داد سوالش را جواب گردوندم بعد این بچه که اون روزا دیدم میگم که دادر جون خیلی کاری ما چی شید اومدی سیوم که کردی مقصد اینا نمره تلفن مو نگرفتی کارت شوهر من نمروش گرفتی کارت شوهر من نفقویش نمروش گرفت با تاکیدش کرد که نمروش یگون کس نته تاغو بعد گفت که مایل خیلی بچه‌ام گفته نمروش گرفت دیگه نمیدونم چی شید چی نشید دیگه خودی همون بلوگر ягон карта накшуд аст ба номи шумо نه یگون چی نکشده یگون چی گفت که هم کارتاتون ما رفتین هم کارتاتون من گفت چی میکنم اگر شد پارتیان اگر پول شوه مقصد ما خودمون گفت میاریم در کنورت میتیم شما را با شما را سیوم که میکنیم بعد با میریم ба хобгоҳое ки мисол барои камбизоатҳо муҳтоҷон яъне медиҳанд шумо ягон маротиба муроҷиат кардед برای خوابگاه برای یا مراجعه نکنیم که عریضه بسیار نیسوندم ҷавоб наистед در همین چی دستگاه دا بسیار نیسوندم عریضه خسته یا خیلوش در همین خونم هسته همین رفت عریضم رفتن و اومدن جواباش مقصد ما تامین کردن نمیتونیم میگه جای زیست نداریم جای زندگی کردن نداریم مقصد شرایطمون وضعی نه ما خودم در دومپراولین اول کمتر چیز بودم 11 سال دورنیکی کردیم مقصد ما کورکنی دولتیم مقصد یگم هسته که ما یگم یوردم شوه یگم شرایط مسوس شوه مقصد یگم زمینه یگم چپتن دیگه هیچ عریضم قبول نشید ما میخوایم که مقصد همین آدمایی که شرایطشون هسته ما میخوایم که چند قدر که قوتشون میرسه چند قدر که مقصد قوت دارن مثال برای یوردن برای کمک کردن ما میخوایم که همین مبلغی که دادن ما را جمع کنیم قد به همراه شوهرمون در یک جای یگون کلبه ساخته زندگیمون رو ببریم